اومدیم یزد، کافه رستوران آشتی کنون. جاتون خالی. این محوطه داخل حیات کوچیک خیلی نقلی بسیار زیبا با حوض بسیار زیبا، خیلی باحاله. انواع اقسام قاشق‌ها از کشورهای مختلف. استاد به به. دوچرخه 28 قدیمی اصلا به به. این روغن سوزه، چی میگفتم؟ پیسوس بهش. خودم هم هستم. چه جالب. چورسکه من میخوام. هاونگ های سنگی همه چقدر باحاله. ببین یه جای کوچیک خیلی زیبا، اصلا آدم کیف میکنه. اشنه کرسی هم گذاشتن. تلویزیون قدیمی ما اینا داشتیم. تمبرهای قدیم. یادش بخیر چقدر من تمبر داشتم. خدایا این تمبرهای من چیکار کردم. خیلی زیباست.